سلام علیکم و رحمت الله. تمنا میکنم با استعانت از قادر متعال که انسان را با این همه عظمت و شکوه بر کائنات چیرگی بخشیده و بر خود میبالد که فتبارک الله احسن الخالقین. اولش من دیدم که یه تصاویری از تفسیر قرآن اشاره داشت به این که در هر ثانیه چه اتفاقاتی میفته، در هر دقیقه چه اتفاقاتی میفته، ولی در آفرینش هیچ کدوم از اینا آفریننده به خودش تبریک نگفته، جز این که زمانی که انسان را می آفریند میگوید که فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خداوند به خودش تبریک میگه که انسان آفریده. ما مفتخریم که در 2 دهه گذشته موضوع کار ما، مطالعات ما، نوشته های ما اساساً انسان ها بودند و از دیرباز هم بر این محور کوشیده ایم که هیچ کدوم از پیشوندها و پسوندهایی که در غرب و شرق در این زمینه به کار می رود اصالت ندارد. نه نیروی انسانی، نه منابع انسانی، نه سرمایه انسانی، نه منابع انسانی داده محور، منابع انسانی سبز. همه این پیشوندها و پسوندها اضافی اند. آنچه که مهمه اساساً خود انسان و در طول زمان هم حرکت بشری هم به این سمت خواهد بود. بعضا شما این روزها میشنوید نگرانی هایی از جانب این که هوش مصنوعی به اندازه پیشرفت خواهد کرد، مشاغل خواهد گرفت، بر انسان ها چیره خواهد شد. هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد. یعنی اساساً برخلاف خلقته که هوش مصنوعی بیاد به عنوان مخلوق جای خالقش رو بگیره. یعنی مثل اینکه انسان ها ویژگی خدایی پیدا کنن. بعضی مواقع انسان هایی در طول تاریخ این توهم رو پیدا کردند که رسیدن به مرحله خدایی، ولی دیدید که چگونه مضمحل شد. و از این جهت اصالت انسان و مهم بودن، مرکز بودن انسان در همه محورهای کارهای ما هست و ما معتقدیم که محور توسعه اساساً انسان. هیچ بخشی در سازمان بدون وجود این انسانها خاصیت پیشرفتی نخواهد داشت. در بخش تولید باشه، فروش باشه، مالی باشه، همه اینها وابستگی انسانی دارن. هر چقدر اینا اتوماسیون رخ میده، تکنولوژی های جدید میان، کمک به این کار کردن. زمانی که انقلاب صنعتی شروع شد، لادایت ها ماشینا را میشکستن که میگفتن اینا اومدن کار ما را بگیرن و ما بیکار خواهیم شد، کارگران. ولی دیدید که چقدر شغلای جدید ایجاد شده و از اون موقع به بعد چقدر اشتغال بیشتر شد. خب من بحثی که امروز خدمت شما خواهم داشت در راستای اطلاع منابع انسانی است، از این جهت که بتونن سازمان‌ها به سطح 7 حرکت کنن. این در مورد اسلاید هم اگه دوستان به من کمک. بله. در راستای حرکت به سطح 7، یعنی از سطح اول به سطح 7، هدف این هست که منابع انسانی یک برندسازی ازش رخ بده در سازمان ها، به گونه‌ای که در کنار توجه به بقیه مسائل خود منابع انسانی هم به عنوان شریک استراتژیک پذیرفته بشه و استانداردهایی در سازمان ها به وجود بیاد که کمک کنه به اطلاع در فرایندها که در نهایت همه اونا به خاطر نتایجه. در نهایت انسان مدرن انسان نتیجه محوره. انسان ها وقتی نتیجه نگیرند در طول زمان از هر چیزی رویگردان میشن. یک رهبر مسئول نتایج پیروان خودشه و وقتی پیروان ببینن که یک رهبر سازمانی نتایج به بار نمیاره ازش رویگردان میشن. بعضا شما میبینید یه شرکتی که خیلی خوب عمل میکرده در یک زمانی وقتی بد عمل میکنه کارکنان اونجا را رها میکنن، احساس میکنن رهبری سازمان نتوانسته
اون مسیری را که نشون میداد، اون نتایجی را که وعده میداد رخ نداده. استانداردها به ما کمک میکنن که از تفسیرهای ذهنی عبور کنیم و به یک سری واقعیت‌های عینی برسیم. وقتی گفته می شود که 80% مدیران باید از درون ارتقا پیدا بکنند، این 80% 80 دیگه، 81 نیست، 79 هم نیست. نمیتونیم بگیم 20% مثلا در جنوب معادل 60% در شمال کشوره. 20% در جنوب، 20% در شمال، هیچ فرقی با هم نمیکنه. پس نیازمند یک سری استانداردهایی هستیم که به ما در این زمینه کمک کنن تا منابع انسانی نهادینه بشه، به پایداری کمک کنه. اصطلاحاً taken for grantedness یک مفهومی است در بین نهادگرایان، چه نهادگرایان مدیریتی، چه نهادگرایان جامعه شناختی، چه نهادگرایان در اقتصاد و علوم سیاسی. یعنی بدیهی و مسلم شدن، یعنی به هیچ وجه زیر سوال نرفتن. ما زمانی که یک موضوع دیگه از نهادی خارج میشه علامت سوال جلوش میذاریم، میگه مثلا این چرا وجود داره. یک مؤلفه فرهنگی ممکنه یک زمانی علامت سوال جلوش قرار داده بشه. با اینا میرسیم به 5 تا برگشت. اگر این دوستان اینا اسلاید سوم رو محبت بفرمایید. مفروضاتی که ما در مدل 34000 در 2 دهه گذشته دنبال کردیم، اساسش اینه که انسان‌ها نتیجه به بار میارن، انسان‌ها سود به بار میارن. در سازمان‌های غیر انتفاعی و دولت‌ها رضایت ذینفعان رو به دنبال میارن. نمیشه انسان شایسته باشه خروجی نداشته باشه. و اساساً این شایستگی ها هم فرضمون اینه که در همه انسان ها وجود دارن. یعنی کمتر میتوان انسانی را پیدا کرد که هیچ شایستگی نداشته باشه. هنر منابع انسانی اینه که کدوم یکی از این شایستگی ها برن در اون جایی که لازم هست، یعنی اصطلاحاً پوزیشن پرسن فیتنس اتفاق بیفته. ای پلیر ها برند به ای پوزیشن ها. در طول تاریخ همیشه بشر به دنبال این بوده. انسان ها اینو جستجو میکردن که اون کسی که اصطلاحاً بوریا باف هست نره حریر بافی کنه. یعنی اونی که شایستگیش در یه حوزه دیگه است در حوزه دیگری نره. ندهد هوشمند روشن رأی به فرومایه کارهای خطیر، بوریا باف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر. ما در سالهای گذشته برخی از بوریا بافا را بردیم به کارگاه های حریر. امروز نتایجش رو میبینیم نتایج خوبی نگرفتی، افتهایی حاصل شده است، سوداوری برخی از شرکت ها پایین اومده، رضایت مردم از برخی از دستگاه ها آسیب دیده، مراجعه مردم به صندوق های رای زیر 50% شده. اینا نتایج دیگه. چرا؟ چون برخی از این بوریابافا که دی پلیر بودن رفتن به ای پوزیشن ها، اینا مهارت های اونو نداشتن. بس هنر ما اینه که این شایستگی های منابع انسانی به خروجی های مد نظر سازمان برسه. دومی مسئله اینه که این شایستگی های ما در منابع انسانی باید با کور بیزینس الاینمنت داشته باشه. منابع انسانی به این دلیل هست که به واحدها کمک کنه تا به اهداف سازمان برسن. اگر اون اهداف محقق نشه پایداری کسب و کار آسیب خواهد دید. سومین موضوع، سازمان ها رسالت دارن انسان های خودشون رو شکوفا کنن. این فقط برنامه توسعه فردی، فقط وظیفه خود من نیست. سازمان باید به من در این راستا کمک کنه. برخی از سازمان ها این رسالت ها انجام نمیدن و احساس میکنن که از این ناحیه دارن صرفه‌جویی هزینه‌ای انجام میدن، دارن سودآوریشون رو بیشتر میکنن که این تفکر غلطیه. چهارم این که این شایستگی‌ها در طول زمان عوض میشن. ما الان بعضی از شایستگی‌هایی که الان نیاز داریم
قبلا نبوده و بعضی از چیزایی که بوده در طول زمان از بین رفته. اینا حتی در خود مشاغل هم شما میتونید ملاحظه بفرمایید. بعضی از مشاغل الان دیگه تو سازمان ها حذف شدن، نیستن. و آخرین موضوع که مهمترینش هست، مسئولیت منابع انسانی سازمان مال مدیران منابع انسانی نیست. هیچ مدیری ما نداریم که مسئولیت منابع انسانی نداشته باشه. اساساً مسئولیت منابع انسانی مال همه مدیرانه. همه فرآیندهای منابع انسانی توسط مدیران واحدها انجام میشن. شما بهترین سیستم عملکردم داشته باشید، اگر اون مافوق مستقیم شایستگی ها را نداشته باشه اتفاق نخواهد افتاد. این مال جامعه ما نیست. امروز صبح من یه مقاله را میخوندم، به صورت تصادفی احساس کردم که الان ذهنم رفت به سمتش، عمل کردم، مثال زدم. یکی از همکارا یه مقاله‌ای برای من فرستاده بود، نوشته بود گزارش مدیریت عملکرد مکنزی 2024. من تازه این هفته منتشر شده. من اینا امشب سعی میکنم در کانال آکادمی سیمرغ، خواهش میکنم که خانم دکتر حاجی عسکری که در این زمینه زحمات زیادی میکشن اینا اطلاع رسانی کنن. البته من برای شما فوروارد کردم اینا. صبح اینو زحمت بکشید اونجا بذارید. یه چند تا نمودار جالب داره. نوشته فقط 22% کارکنان از همراستایی عملکرد خودشون با عملکرد سازمان آگاهی دارن. مال مکنزی ها، مال ما نیست. فقط 22%. یعنی اومده از سازمان های امریکایی این کار کرده. یعنی هنوز ما خیلی فاصله داریم برسیم به اون جایی که در حوزه انسانی باید برسیم. و میرسم به آخرین اسلاید که اون سطح هفتم رو میخوام عرض کنم خدمت شما. دوستان خب تصور من اینه که اکثر مهمانان محترم ما در این جلسه یا متخصصین منابع انسانی هستند، مدیران منابع انسانی هستند، کارشناس منابع انسانی هستند، یا یک علاقه ویژه‌ای به منابع انسانی دارن که امروز اینجا هستن. آنچه که ما باش مواجه هستیم که به نوعی در جهانم آمارها همینا نشون میده اینه که ما باید برسیم به اون سطح هفتم. یعنی مدیران ما، رهبران سازمانی ما باید حرکت کنن به سمت هفتم. ولی 6 تا مانع بزرگ وجود داره که معمولاً باعث میشه که ما به اونجا نرسیم. این 6 تا مانع بزرگ، اولینش که تمرکز خیلی از مدیران رو به خودش وامی داره، تاکید بر تولید. مثلا شما در سطح ملی ما همیشه در دهه گذشته این تمرکز بر تولید رو دیدید. جهش تولید، رونق تولید، تولید مضاعف. اینا شما حتی میاد در سطح کلان نظام این اهمیت پیدا میکنه. در سطح جهانی هم همینه. این رنکینگ سازمان ها مثلا میگه که تسلا اینقدر خودرو تولید کرده، تویوتا اینقدر تولید کرده. در تولیدات برقی مثلا BMWD چین اینقدر تولید کرده. خیلی این موضوع اهمیت داره. دومین موضوع تاکید بر فروش. یعنی در مدل ذهنی مدیران بازاریابی و فروش، اینکه نیازهای مشتریان چیه، برای چی باید تولید کنیم، اهمیت داره. اینکه لی ایاکوکا یه زمانی به مدیران توصیه کرد که اگر میخواهید مدیریت پایدار داشته باشید مراقب 3 چیز باشید: نقدینگی، محصولی که برای مشتری تولید میکنید، 3 تیمی از انسانها. یعنی بحث‌های مالی مهمه. اینا اصلا نمیخوایم بگیم که اینا اهمیت ندارن، ولی میخوایم بگیم که تمرکز وقتی در سطح هفتم باشه، نام احمد نام کل انبیاست،
چون که 100 آید 90 هم پیش ماست. یعنی اگر به سطح 7 برسیم به این معنی نیست که تولید فراموش کردیم، نمیتونیم فراموش کنیم. وقتی تمرکز ما رو انسانها باشه تولید حاصل خواهد شد، فروش حاصل خواهد شد. تاکید بر تامین، زنجیره تامین، خرید، اینکه چگونه ما مواد اولیه را با هزینه‌های معقول تهیه کنیم. یه زمانی دنیا را تحت تاثیر قرار داد تویتا با تولید ناب، میگفت من انبار رو حذف میکنم، از تامین کننده میبرم به خط. در این حوزه ها کار میکرد، خیلی نگاه های جهانی را به خودش معطوف کرد. تأکید بر قرارداد، این در مدیریت و مدیریت منابع انسانی کمتر اهمیت بهش داده شده ولی موضوع بسیار مهمیه. در 2016 فکر میکنم الیور و بنت در این زمینه جایزه نوبل گرفتن در مورد تئوری قرارداد. اینقدر قراردادها و بحث‌های حقوقی در سازمان‌ها اهمیت داره و مدیرا باید بهش توجه کنن. تأکید بر فناوری، تکنولوژی‌ها، تکنولوژی اطلاعات، هوش مصنوعی، ICT، همه اینها تمرکز مدیران رو به خودش مشغول میکنه. ولی بعضی مواقع این تمرکز به گونه‌ای میشه که انسان‌ها برخلاف توصیه همه انبیاء الهی و مصلحان اجتماعی احساس میکنن که نمیخواهند که بتوانند مثل چرخدنده‌های ماشین در کنار هم قرار نگیرند و این وضعیت خودشون را وحدت انسان‌ها ننامند. میغلطن به اون سمت، انحراف ایجاد میشه از اون اصالت انسانی. و تاکید بر مالی، عرض کردم دیویاکا میگه یک نقدینگی، مباحث مالی اینا مهمه. امروز شما میبینید کشور ما مدیران مرتب میگن که آقا مشکل مالی وجود داره. دیروز وزیر محترم اقتصاد گفته که ما 850 همت کسری بودجه داریم. اینا دیگه مخالفین و معاندین نمیگن، وزیر محترم کشور خودمون داره میگه. یعنی موضوع مالی بسیار مهمه. اگر نباشه مخصوصا در شرکت هایی که اصلاحاً کوچک، متوسط، دانش بنیان، اونایی که حمایت دولتی ندارن، اصلا بقا را به خطر میندازه. زمانی که بقا به خطر بیفته ما اصلا به فکر رشد نیستیم. تصور کنید که یه روزی شما خدای نکرده مریض شدید و این مریضی یه کمی حاد که میشه، آدم اصلا به فکر توسعه کسب و کار و توسعه محصول و اینجور چیزا نیست، میگه چگونه زنده بمانه. این میشه اولویت اول. برای سازمان ها هم دقیقا همینه. و آخرش میرسیم به انسان. یک کاری را جفری ففر انجام داد حدود 15 سال یا شاید بیشتر قبل. یک قانونی مطرح کرد، قانون 1/8. گفت در امریکا 50% مدیران اصلا اعتقادی به تئوری‌های مدیریت ندارن به کل. معتقدن مدیریت هنر ذاتی، خدادادیه. ولی 50% واقعا معتقدن که این تئوری‌های مدیریت در مدیریت بهشون کمک میکنه. از این 50%ی که کمک، یعنی این اعتقادا دارن، 50%شون به دنبال این هستن که بیان اینا را یاد بگیرن و در صحنه واقعی خودشون به کار بگیرن. 50%ی که میان یاد بگیرن، 50%شون این عملیاتی میکنن. یعنی اونا هم میان میخونن، عملیش نمیکنن. یعنی 1/2 در 1/2 در 1/2 میشه 1/8. این 1/8 یا 12.5% مدیرانی هستند که بعضا در کتاب‌های مختلف به شکل‌های مختلف به همین آدم‌ها اشاره میشه. مثلا از کتاب از خوب به عالی، اونجا هم نویسنده کتاب دقیقاً همون کسیه که رهبری سطح 5 تئوریزه کرده. از خوب به عالی دقیقاً همون آدمایی هستن که تمرکز انسانی دارن. یعنی روابط انسانی میچربه بر روابطی که با بحث‌های مالی دارن، با تکنولوژی دارن، با قرارداد دارن، با تولید دارن و با فروش دارن. این اهمیت به انسان‌ها هست که محور صحبت ماست. ما معتقدیم که هر چقدر تلاشات در این زمینه افزایش پیدا بکنه، اون 6 تای اول ارتقا پیدا خواهند کرد. ولی سوال اینه که
آیا با تجربیاتی که الان دارید، با ظرفیتی که در سازمان ها دارید، مدیرانی که باشون کار میکنید، تمرکز اصلیشون انسانهای اون سازمان هست؟ به ندرت میشه به این سوال جواب داد و یکی فردی بگه که بله ما در سازمانی که کار میکنیم انسانها ترجیح داده میشن بر همه اون 6 تای قبلی. اکثرشون میان میگن که بابا این برای مدیرا این کار مهمه، برای اینا این تولیدشون مهمه، این درآمدشون، سودشون و ما مهم نیستیم. داده هایی هم که دارن اینا تشویق میکنه. مثلا وقتی میبینی یه شرکت با یه محدودیتی مواجه میشه اعلام میکنه ما 100 نفر تعدیل خواهیم داشت. اصلا شما در طول تاریخ نمیبینید یه شرکتی اعلام کنه که ما 100 تا کامپیوتر رو فردا میذاریم بیرون فنس، لازم نداریم شهرداری ببره. 100 تا میز درست، نه اونایی که مستهلک شدن، نه 100 تا میز ها میخوایم بذاریم کنار، میزای نو را 100 تا ماشینمون رو میخوایم بذاریم کنار، نمیخوایم، الان با محدودیت مواجهیم. همیشه این انسان ها هستن که سازمان ها تصمیم میگیرن این کارو بکنن. یعنی مدل ذهنی همچنان اینه که 6 تای اول مهمه. یعنی کل تلاش ما باید این باشه که چگونه میتوانیم مدیران ها سوق بدیم به اون سمت. نگاه منم در این زمینه کاملا تدریجیه. توجهی که امروز کشور ما به منابع انسانی داره 10 سال قبل اصلا نداشت، 5 سال قبل کمتر از حالا داشت. الان یه 10% میتونیم بگیم که سازمان ها واقعا منابع انسانی دارن، هرچند 90%شون تابلوهای منابع انسانی دارن. خود تابلو هم یه ورودیه دیگه. کم کم نباید مثلا احساس کنیم که اونجایی که زده تابلوش مدیریت منابع انسانی، داخلش کارگزینی اداری، این تابلو فیکه. کم کم خود اون ممکنه کمک کنه. شهریار در یه جایی میگه که برکی باشا گویان گرک برکی ندبیر یاراشا. یعنی کسی که یه کلاهی میذاره سرش یه کمی باید با اون کلاهش تناسبی داشته باشه دیگه. ما یادی میکنیم از مدیر عامل محترم سیمرغ، چون شهریار رو گفتم یه لحظه ذهنم رفت پیش ایشون. آقای مهندس فاضلی قرار بود اینجا پیش ما باشن، پدرشون دیشب رفتن ICU و دعا بفرمایید برای ایشون. هم یه لحظه من ذهنم رفت به تبریز و شهریار، یاد ایشون افتادم که زحمات زیادی کشیدن در 6 سال گذشته ای که نرم افزار سیمرغ به صورت خاص مدل 34000 را داره به عنوان نرم افزار جلو میبره و تنها نرم افزار تخصصی در این حوزه هست. میگه که اون کسی که کلاه میذاره یه کمی هم به اون کلاه باید بیاد. یعنی این تابلوها کم کم به فرایندها منجر میشن و نباید هم اینقدر بدبین باشیم. من خیلی تشکر میکنم از تشریف فرمایی همه شما بزرگواران. من لحظاتی دقایقی شما را تنها میذارم، باید برم آقای دکتر شاپور محمدی پدرشون فوت کردن یه مجلسی در شهرک غرب، ولی برمیگردم بعد از مجلس در خدمت شما خواهم بود. موجب افتخار بنده بود که خدمتتون بودم. خیلی ممنون از توجهی که داشتید. خیلی ممنون.